روزگار تلخ و شیرین را می توان از واژه‌های احساس کسی دریافت. احساس‌هایی که عاطفه می شوند و چراغ راه تا جاده ها را به رد پا دنبال نکرد. آری ما باز آمدیم تا بزم خط زندگی را تقدیم بداریم. این بار ما با داستان بکتاش و رابعه درب این بزم را بر رخ شما می گشاییم. حال بر می گردیم به ماجرایی که بکتاش رابعه از خود به جا گذاشته است. رابعه یگانه دختر کپ امیر بلخ بود. چنان لطیف و زیبا بود که قرار از دلها می ربود و چشمان سیاه جادوگرش با تیر مژگان در دلها می نشست. جانها نثار لبان مرجانی و دندانهای مروارید گونش می گشت. جمال ظاهر و لطف و ذوق به هم آمیخته و او را دلبر به همتا ساخته بود. رابعه چنان خوش زبان بود که شعرش از شیرینی لب حکایت می کرد. پدر نیز چنان دل بدو بسته بود که آنی از خیالش منصرف نمی شد و فکر آینده دختر پیوسته رنجورش می داشت. چون مرگش فرا رسید پسر خود حارس را پیش خواند و دلبند خویش را به او سپرد و گفت: چه شهریارانی که در گرانمایه را از من خواستند و من هیچ کس را لایق او نشناختم، اما چون کسی را شایسته او یافتی خود دانی تا به هر راهی که میدانی روزگارش را خرم سازی. پسر گفته های پدر را پذیرفت و پس از او بر تخت شاهی نشست و خواهر را چون جان گرامی داشت. اما روزگار بازی دیگر را پیش آورد. روز حارس به مناسبت تخت شاهی جشن برپا ساخت. بساط عیش در باغ با شکوه گسترده شد که از صفا و پاکی چون بهشت برین بود. سبزه بهاری حکایت از شور جوانی می کرد. فرغانچه گل به دست باد دامن می درید. آب روشن و صاف از نهر پوشیده از گل می گذشت و از ادب سر بر نمی آورد تا بر بساط جشن نگهی افکند. تخت شاه بر بلندی قرار گرفته و حارس چون خورشید بغران نشسته بود. چاکران و کهتران چون رشته های مروارید دور وی را گرفته و کمر خدمت بر میان بسته بودند. همه نیکروی و بلند قامت، همه سرفراز و دلاور، اما از میان همه آنها جوان دلارا و خوشندام چون ما در میان ستارگان می درخشید و بیننده را به تحسین می داشت. نگهبان گنج های شاه بود و بکتاش نام داشت. بزرگان و شریفان برای تهنیت شاه در جشن حضور یافتند و از شادی و سرور سرمست گشتند و چون رابعه از شکوه جشن خبر یافت و بام قصر را برد تا از نزدیک آن همه شادی و شکوه را به چشم ببیند. لخت از هر سو نظاره کرد. ناگهان نگاهش به بکتاش افتاد که به ساقیگری در برابر شاه استاده بود و جلوه‌گری می‌کرد. گاه به چهره گلگون از مستی میگساری می‌کرد و گاه رباب می‌نواخت. گاه چون بلبل نغمه خاص سر می‌داد و گاه چون گل عشوه ناز می‌کرد. رابعه بکتاش را به آن دلفروزی دید. آتشی از عشق بر جانش افتاد و سراپایش را فرا گرفت. از آن پس خواب چشم و آرام روز از او رخت بربست و طوفان سهمگین در وجودش پدید آمد. دیدگانش چون ابر می‌گریست و دلش چون شمع می‌گداخت. پس از 1 سال رنج و اندوه چنان ناتوانش کرد که او را یک بار از پا درآورد و بر بستر بیماریش افکند. برادر بر بالینش طبیب آورد تا دردش را درمان کند، اما چی سود؟ چنان درد کجا درمان پذیرد که جان درمان هم از جانان پذیرد. رابعه دایه داشت، دلسوز و غمخوار و زیرک و کاردان. با حیله و چاره‌گری و نرمی و گرمی پرده شرم را از چهره او برافکند و قفل دهانش را گشاد تا سرانجام دختر داستان عشق خود را به غلام بر دایه آشکار کرد و گفت: چنان عشقش مرا بی خویش آورد
که 100 ساله غمم در پیش آورد. چون این بیمار و سرگردان از آنم که می دانم که قدرش می ندانم. سخن چون می توان زان سرو من گفت، چرا باید ز دیگر کس سخن گفت. باری از دایه خواست که درد دم برخیزد و سوی دلبر بشتابد و این داستان را با او در میان بگذارد و قسم که رازش بر کس فاش نشود و خود برخاست و نامه نوشت. الا ای غایب حاضر کجایی، و پیش من نآیی آخر کجایی. بیا و چشم و دل را مهمان کن، وگرنه تیغ گیر و قصد جان کن. دل بردی و گر بودی هزارم، نبودی جز فشاندن بر تو کارم. ز تو یک لحظه دل جان بر نگیرم، که من هرگز دل از جان بر نگیرم. اگر آیی به دستم باز رستم، وگرنه می روم هر جا که هستم. به هر انگاشت درگیرم چراغ، تو را می جویم از هر دشت و باغ. اگر پیشم چو شمع آیی پدیدار، وگرنه چون چراغم مرده انگار. پس از نوشتن چهره خویش را بر آن نقش کرد و به سوی محبوب فرستاد. بکتاش چون نامه را دید از آن لطف و طبع و نقش زیبا در عجب ماند و چنان یک باره دل بدو سپرد که گویا سالها آشنای او بوده است. پیغام مهر آمیز فرستاد و عشق را با عشق پاسخ داد. چون رابعه از زبان دایه به عشق محبوب پی برد، دلشاد گشت و اشک شادی از دیده روان ساخت. از آن پس روز و شب با تب روان غزل ها می ساخت و به سوی دلبر می فرستاد. بکتاش هم پس از خواندن هر شعر عاشقتر و دلداده تر می شد. مدت ها گذشت. روز بکتاش رابعه را در محل دید و شناخت و همان دم به دامنش آویخت. اما بجای آن که از دلبر نرمی و دلدادگی ببیند، با خشونت و سردی روبرو گشت. چنان دختر از کار او برآشفت و از گستاخیش روی در هم کشید که با سختی او را از خود راند و پاسخ جز ملامت نداد. کهان ای بی ادب این چی دلبری است، تو روباهی تو را چی جای شیری است. که باشی تو که گیری دامن من، که ترسد سایه از پیراهن من. عاشق ناامید بر جا ماند و گفت ای بوت دل افروز، این چی حکایت است که در نعان شیرم میفرستی و دیوانه ام میکنی و اکنون روی میپوشی و چون بیگانگان از خود میرانیم. دختر با مناعت پاسخ داد که از این راز آگاه نیستی و نمیدانی که آتش در دلم زبانه میکشد و هستیم را خاکستر میکند. به نزدم چی گرانبهاست، چیزی نیست که با جسم خاکی سر و کار داشته باشد. جان غم دیده من طالب هوس‌های پست و شهوانی نیست. تو را همین بس که بهانه این عشق سوزان و محرم اسرارم باشی. دست از دامنم بردار که با این کار چون بیگانگان از آستانه‌ام دور شوی. پس از این سخن رفت و غلام را شیفته تر از پیش بر جای گذاشت. دختر عاشق تنها میان چمنها میگشت و میخواند الا ای باد شبگیری گذر کن، ز من آن ترک یغما را خبر کن. بگو گستشنگی خوابم ببردی آبم ببردی. چون دریافت که برادرش شیر را میشنود، کلمه ترک یغما را به سرخ و سقا یعنی سقای سرخرویی که هر روز سبوی آب برایش می آورد تبدیل کرد. اما برادر از آن پس به خواهر بدگمان شد. از این واقعه ماه گذشت و دشمنی بر ملک حارس حمله ور گشت. به سپاهی بیشمار برو تاخت. حارس هم پگاهی به سپاهی چون بختش جوان از شهر بیرون رفت. خروشگوش فلک را کر کرد و زمین از خون دشمنان چون لاله رنگین شد. اجل چنگال خود را به قصد جان مردم تیز کرد و قیامت برپا گشت. حارس سپاه را به سوی جمع آورد و خود چون شیر بر دشمن حمله کرد. از سوی دیگر بکتاش با 2 دست شمشیر میزد و دلاوری ها می نمود.
سرانجام چشم زخمی به او رسید و سرش از ضربت شمشیر دشمن زخم برداشت. اما همین که نزدیک بود گرفتار شود، شخص رو بسته سلاح پوشیده سواره پیش صف درآمد و چنان خروش برآورد که از فریاد او ترس در دلها جای گرفت. سوار بر دشمن زد و سرها به خاک افکند و یک سر به سوی بکتاش روان گشت. او را برگرفت و به میان صف سپاه برد و به دیگرانش سپرد و خود چون برق ناپدید گشت. هیچ کس از حال او آگاه نشد و ندانست که کیست. این سپاهی دلاور رابعه بود که جان بکتاش را نجات بخشید. اما به محض آن که ناپدید گشت، سپاه دشمن چون دریا به موج آمد و چون سیل روان گشت و اگر لشکریان شاه بخارا به کمک نمی شتافتند، دیار در شهر باقی نمی ماند. حارس پس از این کمک پیروز به شهر برگشت و چون سوار مردافکن را طلبید. نشانی از او جست. گویا فرشته‌ای بود که از زمین رخت بربست. همین که شب فرا رسید و قرصمای چون صابون کف از نور بر علم پاشید. رابعه از جراحت بکتاش دل سوخته داشت و خواب از چشمش دور گشته بود. نامه بدو نوشت. چه افتادت که افتادی به خون در، چو من زین غم نبینی سرنگون تر. همه شب همچو شمع سوز در بر، چون شب بگذشت مرگ روز بر سر. چی میخواهی ز من با این همه سوز، که نه شب بودم بی سوز نه روز. چنان گشتم ز سودای تو به خویش، که از پس می ندانم راه و از پیش. امید وصل تو نبودی، نگرد ماندی از من ندوری. نامه مانند مرهم درد بکتاش را تسکین داد. وسیله اشک از دیدگانش روان ساخت و به دلدار پیغام فرستاد. جانا تا کیم تنها نگذاری، سر بیمار پرسیدن نداری. چو داری خوی مردم چون لبیبان، دم بنشین به بالین غریبان. اگر یک زخم دارم بر سر امروز، هزارم هست بر جان دل افروز. ز شوقت پیرهن بر من کفن شد، بگفت این باز خود بی خویشتن شد. چند روز گذشت و زخم بکتاش بهبود یافت. رابعه روز در راه برودکی شاعر برخورد. شعرها برای یکدیگر خواندند و سوال و جواب کردند. رودکی از طبع لطیف دختر در تعجب ماند. چون از عشقش آگاه گشت، راز طبعش را دانست و چون آنجا به بخارا رفت. به درگاه شاه بخارا که به کمک حارس شتافته بود رسید. از قضا حارس نیز برای عذرخواهی و سپاسگزاری همان روز به دربار شاه وارد گشت. جشن شاهانه برپا شد و بزرگان و شاعران بار یافتند. شاه از رودکی شعر خواست. او هم برپا خواست و چون شعرهای دختر را به یاد داشت همه را برخواند. مجلس سخت گرم شد و شاه چنان مجذوب گشت که نام گوینده شعر را از او پرسید. رودکی هم مست می و گرم شعر، بیخبر از وجود حارس، زبان گشاد و داستان را چنان که بود بی پرده نقل کرد و گفت شعر از دختر کعب است که مرغ دلش در دام غلامی اسیر گشته است. چنان که نخوردن می‌داند و نخفتن و جز شعر گفتن و غزل سرودن و نهان برای معشوق نامه فرستادن کاری ندارد. راز شعر سوزانش جز این نیست. حارس داستان را شنید و خود را به مستی زد، چنان که گویا چیزی نشنیده است. اما چون به شهر خود بازگشت، دلش از خشم می جوشید و در پی بهانه‌ای می گشت تا خون خواهر را فرو ریزد و ننگ را از دامان خود بشوید. بکتاش نامه های آنما را که سراپا از سوز درون حکایت می کرد یک جا جمع کرده و چون گنج گرانبها در جای جا داده بود. رفیقی داشت ناپاک که از دیدن آن حرص بر جانش غالب شد و به گمان گوهر سرش را گشاد و چون آن نامه ها را برخواند همه را نزد شاه برد. حارس به یکباره از جا دریافت. آتش خشم سراسر وجودش را چنان فرا گرفت
که در همان دم کمر قتل خواهر بست. ابتدا بکتاش به بند آورد و در چاه محبوس ساخت. سپس نقشه قتل خواهر را کشید. فرمود تا حمام بتابند و آن سیمتن را در آن بیفکنند و سپس رگزن هر دو دستش را رگ بزند و آن را باز بگذارد. رابعه را به حمام بردند و سنگ و آهن در را محکم بستند. دختر فریاد کشید و آتش به جانش افتاد، اما نه از ضعف و دادخواهی، بلکه آتش عشق سوز، تعب شیر سوزان، آتش جوانی، آتش بیماری و سستی، آتش مستی، آتش از غم رسوایی. اما اینها چنان او را می سوزاندند که هیچ آب قدرت خاموش کردن آنها را نداشت. آهسته خون از بدنش می رفت و دورش را فرا می گرفت. دختر شاعر انگشت در خون فرو می برد و غزلهای پرسوز بر دیوار نقش می کرد، همچنان که دیوار با خون رنگین می شد. چهره‌اش بیرنگ می گشت و هنگامی که در حمام دیوار نانوشته نماند، در تنش نیز خون باقی نماند. دیوار از شیر پر شد و آن مای پیکر چون پاره از دیوار بر جای خاش شد و جان شیرینش میان خون و آتش و اشک از تن برآمد. روز دیگر حمام را گشودند و آن دلفروز را چون زعفران از پای تا فرق غرق خون دیدند. پیکرش را شستند و در خاک نهفتند و سراسر دیوار حمام را از این شیر جگرسوز پر دریافتند. نگارا بی تو چشمم چشم اسار است، همه رویم به خون دلنگار است. ربودی جان و در وی خوش نیستی، غلط کردم که بر آتش نشستی. چو در دل آمدی بیرون نیایی، غلط کردم که تو در خون نیایی. چو از دو چشم من دو جوی دادی، به حمام مرا سرشوی دادی. منم چون ماهی بر تاب آخر، نمی آیی بدین حمام آخر. نصیب عشق این آمد ز درگاه، که در دوزخ کنندش زنده آگاه. سیره دارد جهان عشق اکنون، یکی آتش یکی اشک و یکی خون. به آتش خواستم جانم که سوزد، چو جای توست نتوانم که سوزد. به اشکم پای جانان می بشویم، به خونم دست از جانان می بشویم. بخوردی خون جان من تمامی، که نوشت با یار گرامی. کنون در آتش و در اشک و در خون، برفتم زین جهان جیفه بیرون. مرا بی تو سر آمد زندگانی، منت رفتم تو جاویدان بمانی. چون بکتاش از این واقعه آگاه گشت، نهانی فرار کرد و شبانگاه به خانه حارس آمد و سرش را از تن جدا کرد و همانگاه به سر قبر دختر شتافت و با دشنه دل خویش شکافت. نبودش صبر بی یار یگانه، بدو پیوست کوته شد فسانه. तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। दिलों की बात नहीं जानते ये सब जुबान वाले, वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म
तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। फिर खुशी क्या है तेरे बगैर जो गुजरे, वो जिंदगी क्या है। कई सदी में तेरे प्यार पे निसार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। داستان بکتاش رابعه از عشق و حقیقت و راستی در میان دل دادن و دل سپردن بود. از آنجایی که داستان‌های دیگر را تا بزم دیگر حضورتان تقدیم می‌کنیم، همگیتان را به بارگاه حق می‌سپاریم و عذرت دعا می‌گیریم تا بعد ما چنین باد که عشق هستی پایدار است. تا بزم دیگر بزمینه ما سبز باد. روزگار تلخ و شیرین را میتوان از واژه‌های احساس کسی دریافت. احساس‌هایی که عاطفه میشوند و چراغ راه تا جاده ها را